سلام دوستان، در این ویدیو ببینید چطور از این گیاهان الیاف گرفته میشه. در اینجا میبینیم که کلی مراحل طی میشه و کلی زحمت میکشن تا مرحله به مرحله الیاف ها تبدیل به نخ و بند بشود. البته در کنار دستگاه‌های صنعتی چین هنرشون رو دست کم نگیرید. چینی‌ها معمولاً در همه زمینه‌ها با خلاقیت و ایده‌های جالب و هنر خودشون همیشه از پس کارشون به بهترین شکل برمیان. در ادامه می‌بینیم بعد از جدا کردن بندهای دوخت و بندهای بافتنی بلافاصله این مراحل گرفتن الیاف و تبدیل آن به نخ و بند به اتمام میرسه. در آخر هم میرن سراغ درست کردن کفی‌های طبی و انجام دوخت و درست کردن کفش‌های طبی، کفش‌هایی که از الیاف گیاهان ساخته شده. این کفش‌هایی که میسازن با کیفیت و با دوام هست و واقعاً جالبه. نظر شما چیه؟ امیدوارم شما هم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که هر روز ویدیوهای جالب و دیدنی براتون میذارم. لایک و کامنت یادتون نره. بدرود دوستان عزیزم.